شرکت بین‌المللی IBC در کالیفرنیا همراه با شرکت شیکاگولند برای افغانان محترمی که در هر نقطه جهان خصوصاً افغانستان به سر میبرند اعلان می‌دهند. دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری، پروگرام تایید شده توسط حکومت امریکا و دفتر مهاجرت امریکا. اگر می خواهید گرین کارت خود و فامیلتان را در ظرف 6 ماه الی 12 ماه به دست آورید، اگر می خواهید اطفال شما از تحصیلات عالی امریکا برخوردار گردند، اگر می خواهید با فامیل خیش در هر ایالت امریکا که خواسته باشید زندگی کنید، لطفاً با تلفن های زائل به تماس شوید. در کالیفرنیا IBC فیلم با مدیریت زکی احمدی، در شیکاگولند دکتر طاهر کاملی و در دبی شرکت ایست وست. سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید. جلسه قبل که در خدمت شما عزیزان بودم در مورد برنامه EB5 با هم گفتگویی داشتیم و در مورد EB5 سرمایه گذاری که همان مهاجرت به ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری هست باهاتون صحبت کردم. اجازه بدین این دفعه یک کمی در مورد مراکز منطقه‌ای قرار بود که صحبت بکنم و پروژه های مختلف شروع کنیم، چون که فکر کنم نیم ساعت برای برنامه داریم بتونیم که با همدیگه زود در مورد مراکز منطقه‌ای صحبت کنیم. هفته پیش صحبت هایی که شدش این بودش که از طریق EB5 اگر که شما بذارید شما می توانید روی خودتون سرمایه گذاری کنید یا روی مراکز منطقه‌ای که بهش میگن ریجنال سنتر یا همون مراکز منطقه‌ای. هفته پیشم اعلام کردم، جلسه پیش بهتون اعلام کردم که 130 تا مرکز منطقه‌ای الان در ایالات متحده وجود دارد. حالا این مراکز منطقه‌ای چی کار میکنن؟ همچنین هم بهتون گفتم که 93% پرونده های EB5 از طریق مراکز منطقه‌ای ارائه داده میشه به دولت ایالات متحده و 7% اشخاص روی خودشون سرمایه گذاری میکنن. اگر که احیانا برنامه جلسه قبل رو مشاهده نکردید میتونید که از روی یوتیوب یا روی وبسایت ما ببینید برنامه رو که متوجه بشین که در مورد چی صحبت کردیم ما. حالا این 130 تا مرکز منطقه‌ای پروژه ها چگونه است؟ 130 تا مرکز منطقه‌ای میتونن که پروژه 1 میلیون دلاری داشته باشند یا میتوانند که پروژه 500,000 دلاری داشته باشند. خب حالا ما الان اینو بهش میگیم پروژه. این پروژه هر چی میخوایم اسمشو بذاریم. مراکز منطقه‌ای کاری که انجام میدن سرمایه گذارهای خارجی رو جمع میکنند در پروژه میذارند و اون پروژه هستش که 10 تا کارمند رو باید برای هر سرمایه گذار استخدام کنه و اون پروژه هستش که از طرف سرمایه گذارها فعالانه کار میکنه. 130 تا مرکز منطقه‌ای در هر جای آمریکا هستن. کالیفرنیا، فلوریدا، شیکاگو، هیوستن، نیویورک، همه جا هستن. و طوری که کار میشه شما دارین گرین کارت آمریکا رو میگیرید. پس بدین جهت فرقی ندارد اینکه شما در پروژه مرکز منطقه‌ای کالیفرنیا سرمایه گذاری کنید برین نیویورک زندگی کنید یا در شیکاگو سرمایه گذاری کنید برید در تگزاس زندگی کنید. هر جای آمریکا میتونید زندگی کنید، پروژه رو درست بردارید. و چیزی که هستش مراکز منطقه‌ای به دو نوع هستن پروژه هاشون. ما اینو بهش بگیم پروژه. این پروژه میتونه 5 میلیون دلار باشه، پروژه میتونه 120 میلیون دلار باشه، فرقی نداره. بر حسب تعداد سرمایه گذارهای خارجی این پروژه باید کار ایجاد کنه. این پروژه میتونه در کالیفرنیا باشه، در فلوریدا باشه، در شیکاگو باشه. پروژه میتونه مزرعه باشه، کارخونه باشه، خانه سالمندان باشه، استادیوم باشه، هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم.
هر چیزی که داره کار ایجاد میکنه. هفته پیش هم صحبت کردیم که شما نمیتوانید پولتون رو برای برنامه EB5 و سرمایه گذاری خارجی در ملک راکت بذارید، در بانک بذارید یا در بازار بورس بذارید. پس خیلی از طریق مراکز منطقه‌ای کار میکنند. حالا دقت کنیم فرق پروژه ها چیه. بعضی از مراکز منطقه‌ای هستند که به شما میان میگن که شمای سرمایه گذار میای پولت رو میذاری توی پروژه، سهامدار خود پروژه میشی. اگه پروژه مثلا 10 میلیون دلار احتیاج داره، سرمایه گذار ضرب در 20 نفر، نفری 500,000 دلار میگذارید، ضرب در 20 نفر برابر با 10 میلیون دلار میشه. درست؟ شما 20 نفر میروید و سهامدار پروژه میشید. اون پروژه برای خودش مدیر عامل داره، کارمند داره، کارا رو انجام میدن. حالا و این پروژه کار میکنه. اگر پروژه موفق بشه و سودش بره بالا، شما موفقید. اگر پروژه شکست بخوره و بره پایین، شما پولتون رو از دست دادید، چون شما سهام دارید. روی این حساب وقتی شما زنگ میزنید به دفتر ما یا با دوستان دیگر که در کار EB5 هستند صحبت میکنید، بپرسید، بگین خانم فلانی، آقای عزیز، آیا این پروژه فردا اگر که برشکست بشود 500,000 دلار من سرمایه گذار و اشخاص دیگه سرمایه گذار چه می شود؟ و جوابی که شما خواهید شنید و در کتبی هم پروژه ها موظفن به شما بگن اینه که هیچ گارانتی نیستش. گارانتی وجود نداره، بلکه پول شما در ریسک هستش و به جای اینکه شما کلمه گارانتی رو در قراردادها ببینید، بیشتر کلمه ریسک رو میبینید. ریسک ریسک ریسک. و دولت آمریکا موظف دونسته پروژه ها و مراکز منطقه‌ای رو که به سرمایه گذار بگویید که ریسک وجود دارد. ولی در عین حال ما دو نوع ریسک داریم. یکی ریسک، معذرت میخوام این کلمه رو استفاده میکنم، احمقانه. یکی ریسک با اطلاعات. و ریسک با اطلاعات و ریسک رو کاهش دادن رو بیشتر اشخاصی انجام میدن این که پول رو به شخص میدهند، به پروژه میدهند و در ازای اون وثیقه ملکی میگیرند. شما عزیزانی که این برنامه رو الان دارید در خاورمیانه نگاه میکنید، کسانی که در تجارت هستند، در تجارت واردات صادرات هستند، زمانی که شما میخواین برین یه دونه LC وا کنید که یک جنسی رو از چین بخرید، از امارات بخرید، از هر جا بخرید، ملکتون رو وثیقه بانک میذارید، رهن بانک میذارید، بانک برای شما لتر آف کردیت باز میکنه، شما جنس رو میارید. بانک اهمیت نمیده که شما چقدر سود کردید، میگه ببین پول منو پس بده و بعد بهره‌ای هم که ازت خواستم بهم بده، کاری ندارم، ملک رو آزاد میکنم. درسته؟ یا زمانی که شما بخواید برین بانک مسکن در ایران ملکی بخرید، میخواین از بانک پول قرض بگیرید، بانک میاد به شما پول میده، سند ملکتون رو نگه میداره تا زمانی که شما پول رو بهش بدید. درست؟ اونم داره ریسک برمیداره، بانک هم داره روی شما ریسک برمیداره، ولی کن ریسک درستیه که بانک میگه خب من اگر که 500,000 دلار 500 میلیون تومان به مشتریم دادم که بره که یک تجارتی بکنه و ملکشو من دارم، اگر که فردا اون 500 تای منو پس نده، میتونم ملکو بذارم در اجرا و بتونم که قسمتی از پولمو پس بگیرم. حالا ممکنه 500 تا پس نگیرم، 400 تاشو پس میگیرم. درسته؟ همه جای دنیا اینطوره. همه جای دنیا اینطوره. من از سال 2008 تا الان تو این 2 سال به جرئت میتونم بگم بالای 80 تا شهر مختلف دنیا رفتم. در مورد همین برنامه‌ها صحبت کردم. و در همه جای دنیا وقتی که من در مورد راهی که بانک داره و بانک ها چگونه با اشخاص صحبت میکنم، همه جای دنیا یه جور بوده. پول بهت میدم، وثیقه ملکی میگیرم، پولمو پس ندی، وثیقه رو به اجرا میذارم. راحت، اصولی. ممکنه همه پولمو پس نگیرم ولی اکثریتشو پس میگیرم. درست؟ روی این حساب
به جای اینکه شما اینو دقت بکنید و بذارید که من این قسمت رو پاک بکنم، مراکز منطقه‌ای پس هستن که شما پولتون رو میذارین در پروژه. درست؟ به نظر من و بر حسب اطلاعاتی که من دارم از پروژه های مختلف و بر حسب مسائل قانونی که ما مطالعه کردیم در عرض این چندین سال، پروژه هایی که به سرمایه گذار خارجی بگن بیا پولتو بذار در این شرکت، به این میگیم شرکت سهام، شرکت سرمایه گذاران. پولو بذار تو این شرکت و این شرکت به پروژه پول قرض میدهد. در ازای قرضش وثیقه ملکی و ساختمان و تمام وسایل توی پروژه رو گرو میگیره. هر سال بهره میگیرد و در مدت زمان مشخص، قاعدتاً 3 تا 5 سال از زمانی که سرمایه گذار وارد آمریکا شد پولش رو طلب میکنه. اگر که اگر پروژه نتواند که پول شرکت رو بدهد، وثیقه رو به اجرا میذارن. خب حالا یکی یکی بهتون در مورد این مسئله بگم. روز اول که شما میخواین پروژه اصولی بهتون بگم، این هدف من در عرض این 16 سال که وکالت میکنم اینه که راههای اصولی رو بهتون بتونم نشون بدم و از اون طریق بتونید که گام بردارید. چرا دفتر ما وقتی شما زنگ میزنید در مورد ویزای کار، ویزای دانشجویی، ویزای نمیپرسین کار نمیکنه؟ برای اینکه اصولی نیستش. درسته ممکنه بعضی ویزا گرفتن از اون طریق، ولی ما انجام نمیدیم چون که 190شون رد میشن. ما روی چیزهایی کار میکنیم که 190 پیروز میشن. اون هدف ماست که معذرت میخوام ملت امید زیادی نداشته، امید بیهوده براشون درست نکنیم، ما در باغ سبز نشون ندیم. مثلا ما کاری که انجام میدیم روی بیشتر چیزایی هست که 190 پیروز میشن و الان آن پیروزی فقط روی برنامه EB5 و مهاجرت طریق سرمایه گذاریه. روی این حساب وقتی به دفتر ما شما زنگ میزنید و ما میگیم که مثلا پرونده H1 انجام نمیدیم، پرونده دانشجویی انجام نمیدیم، توریستی انجام نمیدیم، معذرت میخوام بهتون بر نخوره، بلکه من بهتون خدمت کردم. من نیومدم که $2000 $3000 $5000 حق الوکاله بگیرم من و بعد نشه. میدونید ما این کارا رو انجام نمیدیم. برای اینکه برای همون $5000 $3000 که شما دارین که به دفتر ما بخواید بدین زحمت کشیدید. من اگر روز اول بدونم که 90% شما میبازید، من اون پولا رو قبول نمیکنم. من کاری انجام میدم که بدونم و بر حسب قوانین بدونم که شما 90% پیروز میشید. اون موقع باهاتون کار میکنم، اون موقع از دفترم درخواست میکنم که با شما کار کنه. و الان آن پیروزی 90% به بالا برای EB5 هستش، مگر اینکه قانون رو عوض کنن. و در حقیقت بهتون بگم در سپتامبر 2010 یعنی 6 ماه پیش، در زمانی که خیلی از پرونده های دفتر ما از طریق EB5 توی مرکز توی اداره مهاجرت بود، یه دفعه دولت آمریکا قانون عوض کرد و روی خیلی از پرونده ها اثر گذاشته. ولی خب به موکل وقتی که رو راست باشه آدم بهش بگه که قانون عوض شد وسط کار، الان اینطوری هستش، الان گام ها رو بعد اینطوری برداشت، موکل و شمایی که دارین برنامه رو نگاه میکنید متوجه میشید و میبینید کتبی، میبینید که کجا عوض شده قانون. روی این حساب در مورد این بهتون صحبت میکنم. الان رو روز اول بدونید سرمایه گذار خارجی میخوادش بیاد آمریکا. پول سرمایه گذار باید بره در بانک که امانت دار هستش. خب امروز روز اول بذاریم. سرمایه گذاری که الان در ایران داره این برنامه رو نگاه میکنه یا در دبی، قبل از اینکه شما پولی به آمریکا بفرستید باید پروژه رو انتخاب بکنید.
یک پروژه رو انتخاب میکنید، وکیل شما یا وکیل پروژه به اداره اوفک OFAC اقدام می کند که اوفک اجازه بدهد که شما می توانید $500,000 یا $1,000,000 رو به آمریکا بفرستید. پس امروز که شما شروع می کنید، برای مدت 5 ماه 6 ماه هیچ خبری نیستش، فقط با پروژه صحبت کردین و پروژه اسمتون رو نوشته که شما بتونید که اقدام بکنید. حالا اگه پروژه یا مرکز منطقه‌ای از شما بخواد بیعانه‌ای بگیره، یا اگر که وکیل شما بخواد که از با شما قرارداد وکالت بنده، اون دیگه بین شما و وکیلتون هستش و مرکز منطقه. دریافت گرین کارت از طریق پروگرام لاتری یا قرعه کشی. بیایید بخت خود را بیازماییم. 50,000 برنده گرین کارت در امریکا هر سال. به امریکا بیایید، کار کنید و آینده خود و فامیلتان را تأمین نمایید. دفتر ما به شما اطمینان می دهد که فرم‌های شما به طور درست و بدون هیچ نوع اشتباه با اسرع وقت تهیه و به مراجع مربوطه سپرده می شود. سمینار پروگرام EB5 یا دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری در شهر دوبای در ماه جولای 2012 برگزار می گردد. برای معلومات بیشتر و جهت ثبت نام در این سمینار، لطفاً با زکی احمدی به شماره تلفن 888 515 9995 تماس حاصل فرمایید. afghanistangreencard.com. پس اوفک انجام میشه، 5 ماه میگذره، اجازه اداره اوفک به شما یک نامه مینویسه که شما میتوانید حالا 500 تا بفرستی. $500,000 شما میادش در بانک امانت داره نشسته و آن بانک اعلام میکند و قرارداد شما نوشته که اگر که پرونده شما پیروز بشود، پول تو میدم به جایی که گفتی، اگر که رد بشود پول تو پس میدم به تو. پس $500,000 شما تا قبل از اینکه گرین کارت از اداره مهاجرت بیاد بیرون امن هستش. خب حالا اداره مهاجرت زمانی که اقدام میکنید، پس 5 ماه اوفک، زمانی که اداره مهاجرت پرونده شما رو قبول کنه بین 8 ماه تا 11 ماه. هر کسی بهتون میگه 3 ماه من شما رو از اداره مهاجرت میارم بیرون، بهتون دروغ میگه. راحت بهتون بگم، برای اینکه وقتی روی وبسایت های دولتی نگاه میکنید و وقتی از مراکز منطقی مختلف نگاه میکنید اینکه چقدر معدل طول میکشه اینکه پرونده بیادش بیرون، بالای 6 ماه هستش و بعضی وقتا به 10 ماه هم میرسه. دقت کنید. پس 5 به علاوه 10 ماه 15 ماه دیگه شما تقریبا میدونید که پرونده شما در کجا هستش. اگر پیروز شده بود پرونده شما، پول داده میشه به شرکت یا به پروژه. اگر که باخته بود، پول داده میشه به شما. 500 تا پس داده میشه به شما. خب حالا زمانی که پول از حساب امانی میادش به پروژه وارد میشه، اینجا مهمه. همونطوری که خدمتتون اعلام کردم، یا پول شما میتونید پروژه های انتخاب کنید که سهامدار پروژه بشید که شانس این که پروژه برشکست بشه پول شما هم بره هستش، یا میتوانید در پروژه هایی سرمایه گذاری کنید که $500,000 شما واریز میشه شما و دیگر سهام و دیگر سرمایه گذارهای خارجی واریز میشه به شرکت سرمایه گذارا. این شرکت فقط یک کار انجام میده که پولشو به پروژه قرض بده، نه سهام بخره. شما سهام این شرکت رو میخرید، شما سهام شرکت قرض دهنده رو میخرید که به پروژه پول قرض بده، در ازای آن قرض وثیقه ملکی بگیره و بعد از مدت زمان مشخص پولش رو طلب کنه. اگر که شرکت پروژه نتواند به شما پول رو پس بده، به این شرکت پول رو پس بده، وثیقه رو به اجرا بذاره. خب خیلی از دوستانی پرسن که آیا کاملی، آیا گارانتی، ضمانتی وجود داره؟ و من در جاهای مختلف که میرم، در شهرهای مختلف این سوالو میکنم، میگم معنی گارانتی یعنی چی؟
گارانتی اصلا یعنی چی؟ تو قرارداد بنویسیم گارانتی هستش. گارانتی یک قولی هست که یک شخص به شخص دیگر میدهد. من بهت قول میدهم که این کار رو انجام بدم. خب خیلی ممنون، اگه نکردی چی؟ من شرکت به شما گارانتی میدم که این پول رو پس بدین. اگه نکردی چی؟ نذارید که کلمات گولتون بزنه و خامتون کنه. فقط نخواین چیزی که دوست دارین بشنوید رو بشنوید. اصولی فکر کنید. اگر که بیایم این پروژه بگه من گارانتی میکنم پول پس بدم، خب اگه نداد چی؟ چه کار میخوایم کنیم؟ شکایت ازش کنیم؟ نه. اصولی کار کنید. شما همون گارانتی که خیلی‌ها صحبت میکنن، همون وثیقه ملکی ساختمان و وسایل تو به عنوان پشتیبانی سرمایه شما میشه استفاده شد ازش. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی پولو اینجا میذارید، بگیم 10 میلیون دلار سرمایه گذاریه، 10 میلیون میره پروژه که در حدود 8 میلیون دلارش زمین و ساختمان هستش، درست؟ اون 8 میلیون دلار در عرض 3 سال تا 5 سال قاعدتاً بر سود اقتصادی که در آمریکا هستش، بر رشد اقتصادی که 3% ملک قاعدتاً تو آمریکا رشد میکنه سالانه. اون 8 میلیون بعد از 5 سال تقریباً دوباره 10 میلیون شده. یعنی اون وثیقه شما 10 میلیون مونده. حالا بدترین سناریو رو فکر کنید. اگر پروژه نیاد پول شما رو پس بده، ناظر شرکت شما باید بره وثیقه رو به اجرا بذاره، درست؟ 10 میلیون دلار ملک رو شما اگر در حراج بخواید بفروشینش، قاعدتاً 7 میلیون، 7 و نیم، 8 میلیون دلار فروش میره. با مشاورین املاک صحبت کنید، بهتون میگن. ریسکی که شما الان دارین در این سناریو اینه که 7 میلیون بگیم اینو فروخته شد، 7 میلیون رو میان بخش برای 20 نفر سرمایه گذار که کنن، تقریبا نفری 320,000 دلار میگیرن. ریسک شما در همچین سناریویی اینه که 500 تای شما بشه 320,000 دلار، 340,000 دلار. سوالی که شما باید از خودتون بکنید اینه که آیا اگه 500,000 دلار من در عرض 5 سال آینده 320 بشه، من متزلزل میشه زندگیم؟ یا نه حاضرم که همچین ریسکی رو انجام بدم؟ همچین ریسکی که 500 تا ممکنه، همیشه بدترین سناریو رو باید فکر کنیم که پروژه از بین بره، بدبخت بشه، نتونه پول پس بده، وثیقه رو باید به اجرا بذاریم یا وثیقه رو بفروشن، درست؟ 500 تاتون بشه 320 تا، 330 تا، 340 تا. چون که آن وثیقه ملکی هستش، این گروه سرمایه گذار همیشه یک پشتیبانی ملکی دارن. آیا شما انعطاف پذیر و ریسک پذیر هستید که 500 تاتون 320 بشه؟ اونو شما باید جواب بدید. بدترین سناریو. ولی اگر که شما بیاین مستقیم سهام پروژه رو بخرید، اگر که این پروژه بره پایین، 500 تای شما میتونه 0 بشه. پس روی همین وقتی در مورد اصولی صحبت میکنیم، پروژه هایی که با وثیقه کار میکنن خیلی امن‌تر هستند. و همیشه من صحبت کردم که پروژه رو که انتخاب میکنید، پروژه کوچیک اقدام کنید. در عرض 2 سال شما 2 چیز رو باید فکر کنید. یک، سرمایه گذاریم امن باشه. خب از این طریق تقریبا میشه گفتش که 500 تاتون هیچ وقت 0 نمیشه. و دومین چیز اینه که پروژه کوچیک انتخاب کنید، چون که در عرض 2 سال شما باید 10 تا کارمند ایجاد کنه پروژه برای شما. وقتی که پروژه‌ای که 20 تا سرمایه گذار میخواد که برابر است با 200 تا کارمند، درسته؟ بر حسب قوانین آمریکا شما باید هر سرمایه گذار 10 تا کارمند استخدام کنه. وقتی 20 تا سرمایه گذار خارجی هستش میشه 200 تا. پروژه 10 میلیونی که بخواد که داشته باشه و 200 تا کارمند استخدام کنه در عرض 2 سال معقوله. بستگی به نوع پروژه داره. ولی میدونید من وحشت دارم از پروژه هایی که میاد میگه، و خیلی هستن الان پروژه ها که میگه آقا من یه چیزی وحشتناکی در حدود 40 میلیون دلار میخوام. 40 میلیون دلار، این 10 نفر کارمند حساب کنید. 40 میلیون دلار برابر با 80 تا کارمنده. پروژه الان هستش در غرب آمریکا میگه 120 میلیون دلار میخوام.
یعنی چی؟ یعنی در برابر با 240 تا سرمایه گذار خارجیه، یعنی باید 800 تا 2400 تا کارمند استخدام کنند. دوستان در عرض 2 سال این کارمندها رو استخدام کردن آیا به نظر شما معقوله؟ آیا شما الان بخواید در خود ایران که هستید با قوانینی که یک کمی تو ایران راحت‌تر وزارت کار میکنه تا آمریکا، با قوانینی که اینجا وزارت کار آمریکا میگه حداقل حقوق کارمند اینقدر هستش، باید حقوق داده بشه، چگونه پروژه میخواد در 2 سال بعد از تولدش بیا 2400 تا 800 تا کارمند ایجاد کنه؟ و اگر آن کارمندها ایجاد نشود شما رو اخراج میکنند. کی رو اخراج میکنن؟ کدوم یکی از این 20 تا رو اخراج میکنن؟ قاعدتاً آخریا رو. 3 روز پیش برای یکی از موکلای ما یه دونه نامه فرستاده شد اینکه آقای پروژه خواهش میکنن من اعلام کن که این کارمندهایی که قراره که شما ایجاد بکنی کدوم سرمایه گذار کدوم کارمند رو میگیره. میدونید چقدر سخت اینو تقسیم بندی کردن که 240 تا کارمند، 240 تا سرمایه گذار این 2400 تا کارمند رو اینطوری میگیرن. بسیار سخته. ولی وقتی پروژه کوچیک باشه در مورد 200 تا کارمند شما صحبت میکنید معقوله. پس اگر بخواین کار رو اصولی انجام بدیم برای برنامه EB5 سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه‌ای، 1 در پروژه های سرمایه گذاری کنید که وارد پروژه نشوید، بلکه در شرکتی سرمایه گذاری کنید که پروژه پول قرض بده و وثیقه ملکی بگیره. 2 در پروژه کوچیک سرمایه گذاری کنید زیر 15 میلیون دلار، شماره خوبیه. 3 زمانی که پولتون رو میگیرید رو دقت کنید و مواظب این باشید که پروژه وظیفه خودش بدونه که پول شما رو پس بده، نه این که شما برین یک سرمایه گذار دیگه پیدا کنید که 500 تای شما رو بخره. الان اقلاً 2 تا پروژه هستن در غرب آمریکا که اینطوری کار میکنن که میگن ببینید من پول شما رو پس نمیدم، من پروژه پس نمیدم، تو هر وقت خواستی پول خودتو بگیری برو این نفر دیگه رو پیدا کن 500 تا رو به ما بده، ما پولو به تو میدیم. یعنی منظرم میخوام به شعور ملت بی احترامی کردن بسیار چیز ناپسندیده ایه. چون شما کی میاد 500,000 دلار شما رو بگیره؟ کی میاد به شما 500,000 دلار شما به شما بده که شما به پروژه بدید که بعد پروژه به شما پس بده؟ یعنی نمیدونم، عقاید فرق داره. ولی اگر شما این مسائلی که خدمتتون گفتم رعایت کنید، پروژه و سرمایه گذاری شما و EB5 شما اصولی داره انجام میشه و میتونید که به اون کارتون محکم وایسید و بگین که خب بعد از 1 سال و نیم 2 سال دیگه میرسم آمریکا، بعد از 5 سال 6 سال دیگه پولمو پس میگیرم، بعد میتونم کارهای دیگه انجام بدم. و در هر موقع که وارد این بازی بشید اطلاعات رو بگیرید، اول پرسجو کنید از اشخاص مختلف. و الان 1 تا 2 تا پروژه هستند که به شما اجازه میدند اینکه به جای اینکه 500,000 دلار رو اول بذارید با 100,000 دلار شما شروع کنید، چون دولت آمریکا در قانون نوشته است که شما سرمایه گذاری کرده اید یا در حال سرمایه گذاری کردن هستید. شما میتونید بعد از اینکه اجازه افکتون اومد 100,000 دلار در حساب امانی بذارید و بعد از 7 ماه 8 ماه بعد 400,000 دلار بذارید. چرا این کار میشه کرد؟ چون که دولت به شما اجازه میده و قانون به شما اجازه میده. خیلی الان مشکل دارن که ملکشون، املاکشون در ایران فروش نمیتونه بره که بخوان که سرمایه گذاری کنن. درست کردن و جور کردن 100,000 دلار راحت تر از 500,000 دلار هستش. بعضی از مراکز منطقه‌ای به شما حق انتخاب میدن که شما 100,000 دلار سرمایه گذاری کنید یا 500,000 دلار کلی رو. اطلاعات در موردشون میخواین؟ ما در خدمتتون هستیم. و دوستان، هر برنامه‌ای که میریزید برای سرمایه گذاری و مهاجرت خارج از کشور، خواهش میکنم به یاد داشته باشید که پل پشت سرتون رو هیچ وقت خراب نکنید و برای خودتون سراب درست نکنید. اطلاعات بگیرید، با همسرتون،
با اعضای خانواده‌تون صحبت بکنید و بعد گام بردارید. چون تصمیمی که امروز شما دارین میگیرین تصمیم یک عمره. تصمیم برای شما، همسر، فرزندانتون و نسل‌های بعدی هستش. و هر قدمی که ور می‌دارید به فردای بهتر فکر کنید که بتونید که اون قدم رو محکم و درست بردارید. از اینکه وقتتون رو من دادید متشکرم و تا هفته آینده برای شما عزیزان شب‌ها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. متشکرم. مرسی. شرکت بین‌المللی IBC در کالیفرنیا همراه با شرکت شیکاگولند برای افغانان محترمی که در هر نقطه جهان خصوصاً افغانستان به سر میبرند اعلان می‌دهند. دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری، پروگرام تایید شده توسط حکومت امریکا و دفتر مهاجرت امریکا. اگر می خواهید گرین کارت خود و فامیلتان را در ظرف 6 ماه الی 12 ماه به دست آورید، اگر می خواهید اطفال شما از تحصیلات عالی امریکا برخوردار گردند، اگر می خواهید با فامیل خیش در هر ایالت امریکا که خواسته باشید زندگی کنید، لطفاً با تلفن های زائل به تماس شوید. در کالیفرنیا IBC فیلم با مدیریت زکی احمدی، در شیکاگو شیکاگولند دکتر طاهر کاملی و در دبی شرکت ایست وست. دریافت گرین کارت از طریق پروگرام لاتری یا قرعه کشی. بیایید بخت خود را بیازماییم. 50,000 برنده گرین کارت در امریکا هر سال. به امریکا بیایید، کار کنید و آینده خود و فامیلتان را تأمین نمایید. دفتر ما به شما اطمینان می دهد که فرم های شما به طور درست و بدون هیچ نوع اشتباه با اسرع وقت تهیه و به مراجع مربوطه سپرده می شود. سمینار پروگرام EB5 یا دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری در شهر دبی در ماه جولای 2012 برگزار می گردد. برای معلومات بیشتر و جهت ثبت نام در این سمینار لطفاً با زکی احمدی به شماره تلفن 888 515 9995 تماس حاصل فرمایید. afghanistangreencard.com